امیرالمؤمنین رو کی شناخته؟ روایت اینجوره که اهل بهشت یک مرتبه میبینن آفتاب طلوع کرد، میگویند خدایا تو به ما گفتی لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، خورشید نمیبینند در اینجا. این چه خورشیدی بود؟ خطاب میرسه خورشید نبود، ولی من علی تبسم کرد، نور لب و دندان علی ابن ابی طالب. حالا روح او چه خبره؟